سلام علاقمندای زبان پشتو. امید لباس عافیت به تن داشته باشین. امروز ما با یک ویدیوی تازه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شما این ویدیو را ببینین و با دوستان خود شریک سازین. اما قبل از دیدن این ویدیو چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را نیز فشار دهید. د پښتو پنځه یاګانې 5 یای زبان پشتو. دوستای عزیز، زمانی که ما پشتو حرف میزنیم همو قسم نوشته هم میکنیم. بنان در نوشتن املای زبان پشتو این 5 یا بسیار مهم است که ما برای شما عزیزان با مثال تشریح میکنم. همچنان شما میتوانین از هر یک مثال یاد بگیرین و دیگه یا ها را دمو قالب یا دمو چوکات استفاده کنین. په پښتو ژبه کې د یا ډولونه انواع یا در زبان پشتو. په پښتو املا کې یا 5 ډوله لیکل کیږي. در املای زبان پشتو یا 5 نوع نوشته می شود. ملنه یا معروفه یا، څرګنده یا نسبتی یا، مجهوله یا اوږده یا، لکیداره یا او زورکی واله یا. لومړی ملنه یا معروفه یا هغه ساکنه یا ده چې د مخه توري زور ولري او نرم ویل کیږي. یای معروف او یایی است که حرف ما قبل آن زبر داشته باشد و نرم خوانده می شود، لکه سړی، لیونی، منگی، که شما می توانین دمی قالب و یا دمی چوکات وقتی یای معروف بیایه شما با می شکل تلفظ کنین. و همچنان سړی به معنی شخص، لیونی به معنی دیوانه و منگی همچنان کوزه مانه میده. دویم څرګنده یا نسبتی یا هغه یاده چې د مخاطور خالص او یا ثقیل زیر لري. یا نسبتی او یایی است که حرف ما قبل آن خالص و یا زیر ثقیل داشته باشه، یعنی شدت تلفظ زیر آن بیشتر باشه، لکه خادی، دوستی، بیاتی. شکل تلفظ آن به شکل ای میایه. خادی به معنی خوشحالی یا شادی، دوستی، بیاتی هم به معنی قیچی. دریم مجهوله یا اوږده یا هغه یاده چې د مخه یا ماقبل توری خفیف زیر یا کسره ولري او اوږد ویل کیږي. یای مجهول یا یای طویل او یایی است که حرف ماقبل آن زیر خفیف و یا کسره داشته باشه و طویل خوانده می شود، لکه مسته، شده، هیر. یا 2 نقطه سر به سر داره و طویل خوانده میشه. مستی به معنی ماست، شده شیر، هیر هم فراموش کردن. څلورم لکیداره یا تانیسی یا هغه یاده چې د مخاطور زورکی ولري. چهارم یای دنبکدار یا یای تانیسی او یایی است که حرف ما قبل آن زورکی داشته باشه. زورکی دوستای عزیز نصف زبر میشه که فونمیازی تنها در زبان پشتو موجود است و ما ایره در قسمت واول ها برای شما بیشتر تشریح میکنم او دیری د مانست مونو په پای کې راځي و بیشتر در آخر کلمه های مانست می آید، لکه انجلی، هگی، چپلی. شکل تلفظ آن به شکل ای تلفظ میشه. انجلی به معنی دختر، هگی تخم، چپلی چپلی. پنځم فعلی، امریه یا همزه لرونکی یا یای فعلی، یای امریه یا یای همزه دار. دوستای عزیز ای یا در کلمه های امریه استفاده میشه و یک همزگک بالای سر خود داره. دا د مخاطب فعلونو په پای کې راځي. ای یا در ختم فعل های مخاطب میایه، لکه وخوری، پاڅیږي، ولیکي. دوستای عزیز وقتی ما یک شخص مخاطب قرار داده و بالایش امر میکنیم از ای استفاده میکنیم. مانند وخوری به معنی بخورین، پاڅیږي برخیزین، ولیکي بنویسین.